نه، اون نیست، این غیر امکان است. تو جنگاور بوده نمیتوانی. چه خیل می شود آخر؟ مرا چندین بار مگر تو نجات می دادی؟ جنگاور؟ او را زنده نمانید. جناب رفتنتان لازم. به دیوار می برآمدیم اما تو کی هستی ها؟ چرا مرا نجات دادی؟ نهایت تو آمدی جنگاور. استاد! تو بودی هجری؟ جنگاور تو بودی مگر؟ الو، در کجا هستی هجری؟ برای دیدن پدرت برآمدم سنم. سراغی که اون آدم ها دادم به آنجا آمدم من. پدرم به خانه آمد هجری. پدرم رو جنگاور نجات داده است. خیر تو هم زود بیا. چی؟ جنگاور نجات داده است؟ تمام سنم، حاضر می آیم. این چه خیل می شود؟ تو اینقدر وقت جنگاور بودنت را چه خیل پنهان کردی هجری؟ زبید، اینجا را چه یافتی؟
زبید نباید چهره جنگاور رو بیند. زبید؟ چی شد؟ مرا دیده حیران شدی هم مراد؟ شغال، مرا پرتفته خواستی جنگاور خودت دستگیر کنی؟ من برای خوبی خودت کردم آخیر. این عملیات مخفی است، نمیخواهم که به تو ضرر رسد. بس کنی گپ ها را. کنی گپ زن، جنگاور در کجا است؟ نمیدونم، حالا ندیدم. در درون است همی خیل نه؟ نه، گفتم که دیدم، در آنجا نیست. این خیل باشه چرا با صدای پس گپ زده ایستاده ای؟ درون را میبینم. نیست میگویم آخیر همکار، چرا نمیفهمی؟ وقت را از دست نمیدیم همکار. جدا شده گردی بینا را میکوبیم. با چشمان خودم نبینم باور نمیکنم. میبینم. آخیر نیست میگویم نیست. دستم رو سرده، من باید ببینم. با کجا غیب زدی هجری؟ بچه گفتی اینجا نیست کو؟ این چی است؟ من میدانستم که جنگاور اینجا است. جنگاور ایستا! رویت را گردان. رویت را گردان گفتم. همکار چی شده اصلاحات رو برار؟ دهنت باز رنگی بخلا ششتای نگاه داری. هجری را باید نجات دهم. جنگاور ای شیرینر، همون مسکه رو تنه میکشی برادر؟ نقاب تا بکش، یک هوای توزه نفس بکش، تیز کن. مردن بکش تیز نقاب تا. همکار جنگاور برای چی نقابشو نمیکشه؟ جنگاور نقابش رو نمیکشد، او قهرمان است، نقاب رو نمیکشد. آخر چی خیلی قهرمان؟ ما چی هستیم؟ ترسونچه کی مگر؟ اصابا ما بیرون نکنی قاب تا بکش؟ ای بچه میکشی یا بکشمش؟ گوش کن، اگر نکشی بپرانم. یک مصلحت میکنیم، من از 5 پایان حساب میکنم، تو نقابت را ایشتا بکش، یا اینکه از 10 پایان 10 خوبتر است. تمام همین طور 10 حساب میکنم، تو نقاب تا بکش. 10 9 8
باید کاری کنم. چهره هجری را می‌بیند. بعدی 8 هفت بده. 7 6 5 اگر مانع شوم میفهمد که چهره جنگاور را دیدم. زبید میفهمد که جنگاور را میشناسم. 4 چیکار کنم آخیرا؟ 3 2 1 بچه باقر شدی. جنگاور ایست همکار. چی داد میزنی؟ ترسوندی. نباید چهره جنگاور را بینیم. چی گفته ای سودایی؟ تو را از دست دادن نمیخواهم زبید. مرا تو چی گفته ای سودایی؟ همکار کسی که روی جنگاور را بیند میمورد. میمورم مگر؟ البته که میموری. جنگاور برادر، 1 دقیقه این خیلی میکنیم. من چشممو محکم میکنم. تو باشی چهره جنگاور رو میبینی. فهمیدی؟ شد همکار. یگان خواهشی دیگر نداری؟ من چشمایم را میپوشم تو کشا ببین. همکار چی لازم است که هر دومون بمریم؟ یک تمام بمریم بس است. چرا من مورم تو مور؟ روی جنگاور رو ببینی انیق میمیری؟ البته میمورم. آخر مرا تو چقدر آدم یک روی. گز از خیلی آمدی مرا نگرفتی. آخر میفرتی نه ببین روی جنگاور را. نمیبینم همکار، نمیبینم. تو ببین. تیز که روی جنگاور را ببین. تو چشمانت را کشا. من هم میکشایم، هر دویمون یک جا میموریم. هم مرد روی جنگاور را من نبینه تن نبینه دیگه کی میبینه آخر؟ ای چشمت بکشا. اوف تمام تو چی خمی ترسی؟ من چشمم من میکشم. جنگاور نیخواب تا بکشا که من ببینم. تو کی شدی جنگاور؟ هم مرد گریخت است کو؟ بگذار کیها باز گریخته است. ای تو چی گفتی است؟ جنگاور ایستو که میپرونم. ایست. ای دولت تو چیکار کرده است؟ چیکار کنم؟ نشان نگرفتم که پایم لغزید. ای بیعقل جنگاور ای دستت گریخ رفت. من چی گناه دارم؟ هر دویمون یک جا بودیم، او را تو از دست دادی. با ماشینت سرش میکنیم. معلوم شد که وظیفه مخفی تو این بود است همراه. جنگاور رو دستگیر کردن. با ما را فرو میکنی که وظیفه مخفی ما کلتکلس است نه؟ هم مرد گز سختر بجوق. زیر دارم. جنگاور گریخته است. ما نزدیک شده ایستادیم. یا خدایا. تمام. حاضر صورت حرکت چپ پس میکنم. گوش کن. تو ماشین این طرف نجنبان. حاضر در بلانو نکسرش میپرونم. بدبخت چی منی اور کرده است؟ چیکار کردم؟ خریب که ایترزه کلا خطی میرفتم. چخوری بود یا خدایا؟ با چخوری میرفتی؟ چخیر چخری را زیر میکردم. نه ماشین را از استخانه برآوردم. ای مراد بس کن قطعه می ماشینت. انا باز جنگاور از دست دادیم. کنی متا چکلش گریخت. نصیب ما نبوده است. چیکار کنیم؟ رفت. چند باشید ای دست میتیم امورا. چرا میخندی؟ تو دیوانه هستی؟ چرا میخندی؟ انیق دیوانه شده ای ها؟ مرو بغداد مرا دیوانه میکنی. این حالا هم میخندد. کشاده شو. این چی است؟ در موتورسیکل جنگاور یک کمرچه به جای ماندم. گوش که مراد این کلا خالی نیست.
همکار نزدیک شدیم. دوام بده. کمتر دیگر مون. ایستا. وجدان انسانی موتورسیکل جنگاوره. تو کجا غیب زدی اجری؟ چرا مرا در روز زادروزم تنها گذاشتی؟ گفتم که سنم جان با سراغ پدرت رفتم. شکر که همش پس سر شد. رحمت اجری. چه خیلی هستید؟ خوب هستید؟ خوبم و اگر جنگاور نمیشد مرا میکشتند. جنگاور کی است؟ سوپر قهرمان. سوپر قهرمان بسیار رومانتیکی بوده است. مراد هم قهرمانی من هست، میدانی؟ یعنی حیاتی من رو نجات داد. زینب، تو با مراد دوست هستی همین خیلی نه؟ آخر تو انیق این را میدانی. کنی بگو مراد دوست داشته ندارد؟ ها؟ من آخر سوالی نجات دادم. یعنی مثل او بر این جوانی زیبا اگر دوست داشته میداشت از برش دور نمیشد. او رو هیچگاه تنها نمیگذاشت. انیق دوست داشته ندارد. زینب، انیق دوست داشته ندارد. انیق ندارد. کی هست این جنگاور؟ بسیار فهمیدن میخواهم آخر. یعنی میخواهم با او تشکری بی اندازه گفتن میخواهم. مادر جان؟ ها جان. این جنگاور پیشتر یک چند مرتبه حیاتی مرا هم نجات داده بود. البته دخترم میدونم. آخر برای همین از نام تو تشکر گفتن میخواهم. یعنی مثل یک قهرمانمون که همیشه در گرد و اطرافمون هست. همین خیلی حس میکنم. یعنی اون کلازنی ها پای رو بلند برداشته شده زدن. یعنی مثل داماد خیالاتم. یعنی داماد هم گیرم اگر مثل جنگاور باشه. مادر جان، این گپ ها در نزد هجری عیب نیست مگر؟ آخر هجری زیغ می شود، او رو زیغ نکن. اما سنم زیغ شود زیغ شدن گیرد. چی کار کنم؟ یعنی پدرت رو مگر او نجات داد؟ ها. چی گفتم؟ نگفته بودم که او رو دستگیر میکنیم. همین خیلی هم کار. هجری، چرا با اینجا آمدی؟ همکار، این محله به تو شناس نمی نماید. برادر اینجا قصی بابای قادر نیست مگر؟ یا اینکه جنگاور با قصی بابای قادر در آمده است؟ چی علاقه دارد؟ چرا جنگاور با قصر بابای قادر می در آمده است؟ چرا ندر آید؟ بابای قادر و جنگاور نجات نداده بود؟ ها؟ همکار بین آنها انیق چه علاقه هست میدونی؟ جنگاور در درون خانه بابای قادر است. یگان کس نجنبد. کسی میجنبد میپرانمش. کسی میجنبد میپرانمش. گوش کنید. رنگ سربازان همه تا یک قطار شوید. تیز کنید. همکار چیکار میکنی؟ اگر جنگاور اینجا می بود هم در اینجا می ایستاد مگر؟ تو چی ها میگوی مراد؟ یک از زمین ها جنگاور است. وای شغال نمیدونه که در موتورسیکلش کامیرا مونده. گوش کنید. همه کسا نجنبید. جنگاور همین جاست در بینتون. چی گفته این صدا؟ دیگه اونو چی بگه؟ توبه جنگاوری که تعقیب کردیم در همین جا در اومد. سبیرده جنگاور توی بدبخت. ما انیق نیستم. لبای
من هم نیستم آخر. ака ман бародарат ман ба ҷанговар чӣ алоқа дорам? زبید فکر میکنم که از من شبهه نداری همین خیل نه؟ البته جانم از تو برای دختر زیبا جنگاور نمیبرویه. ما جنگاور نیستیم. بخشش زیاد کماندیر. ملیسا گفتی که ای دخترای خشو جنگاور نمیبره یا ای ملیسا خشو هم. این میمون تو دم تا بگی چی میزنی؟ خاموش آرام باش. این میمون نبی خاله چمان جنگاور رو ندیدین شما؟ نه ندیدم ولی از شما خواهش دارم جنگاور رو پیدا کنید چون که من او را داماد خود کردن میخواهم. التماس. مادر خاموش کمیسر زبید خودم رو نجات میدم ممکن نه؟ ای سنم جنگاور در که جای؟ من از کجا میدونم که در کجاست؟ جنگاور میشناسی ها؟ میشناسم چون که پیشتر چند بار مرا نجات داده بود. روش دیده بودی؟ ندیدم ولی من هم بسیار میخوام بینم. احتیاط کن. من نه به این محل آمدم یعنی جنگاور رو نشنیدم. زینب انیق میدونم که شما جنگاور نیستی جانم. زینب قطیت بد گپ میزنی. هجری هجری جنگاور تو نباشی کنی گپ زن. از تو بپرسم هجری گوشم به شما. این مرد گپ زن. زبید بس کن آخر هجری راحت گذار. اینجا کسی جنگاور نیست فهمیدی؟ از هجری جنگاور میبرد مگر؟ چرا هم کن؟ چرا؟ سیری مخفی رو فراموش کردی؟ مؤذن هجری مگر مؤذن نیست؟ چرا نباشد؟ جناب زبید یعنی خواهش میکنم برای جنگاور رو یافتن میتوانید همه نام ها رو یک جا کنید ولی التماس آخر هجری نگویید چون که من نمیخواهم که هجری داماد من شود. هیچ نمیخواهم. تو یه به خبرت چی کرد؟ کماندیر بخشش از طرف بسین گوش که کماندیر من همین خطه سخت خورمان میکردم بخشش زیادو لیکی کماندیر تو دیوونه شده ایچ خیلی کاره سقراطه برانه اژدها را خیالی را همشه ای روی زمین دشمنا را نیست کرد حالی در بالای قبرشون سبزه برآمده تو چی ده موی خچس بیده جنگاور او جنگاور همین هجری بیچاره چه جنگاور شده میتونه بم به عقلی تو که عقل من نمیگیره. جنگاور انسان است که دوست ها دشمن ها را نیست کرد. با چی میگی شیرینه رنگی تو نیست پیرخه. بخشش زیاد کماندیر هجری جنگاور نیست. هجری یک آدم عادیه. هجری برادر ما مؤذنه امر معروف زیبا میکنه انسان پاکدل لیک جوره او جنگاور نیست.
لطفاً کاماندیر یا برام کالات کار فرما جنگاور قهرمانی همه ما و شما هجری گجاش با جنگاور ماننده اگر همه هجری جنگاور باشه شوکت ترمیناتوره هجری یک آدمی هست که مورچه را آزار نمیتید جنگاور بودن نمیتواند از تو پرسیدم مگر دیوانه بیعقلی پکه کانی بجای گذار همین را بر وقت سر نگفتی یک بیهوده گپ زدیم همین بدبخت چیزی گفت من هیچی نفهمیدم برای کجا جاده بشین بله آخر هجری آنقدر آدم های بد را چه خیلت و کوب کرد اینا در کجا مخته باشد کمیسر زبید شوکت درست میگوید هجری جنگاور بودنش امکان ندارد من میدانم که جنگاور چخیل میجنگد گرچنده هجری هم با قوه طبیعی خودش خوب میجنگد ولی اینها رو بعداً حل میکنیم قوه طبیعی گفتی؟ بله یعنی هجری خوب میجنگد همین خیر بله زبید اینجا بیا کافیست آخر زبید ببین همه ناراحت شده است خود را به وضعیت ناگوار دچار نکن این خیر باشد کدی بگو موتورسیکل جنگاور اینجا چیکار میکنن شاید برای نجات دادن بابای قادر پول خواستن آمده است ولی ما را دیده گریخته است همین خیل نه این خیر سخنا را از کجا میابی بود زبید برای هجری را جنگاور گفتنت باید به تو مدال شرف دهند این خیر باشد از همه شما یک سوال مهم رو میپرسم هنگامی که بابای قادر را دزدیده بودن از این خانه اول کی بیرون برآمد هجری برآمده بود با کجا رفته بودی هجری بک؟ با انبار رفتی؟ هم مرد گپ بزن؟ هجری برای پیدا کردن پدرم رفته بود ولی وقتی فهمید که پدرم برگشت است او هم آمد در غم پدرت بودی هجری بک؟ بله من برای پدرم ذکر شدم بعدم به انبار رفتی ها؟ همین خیل نه؟ نقابت را پوشیدی با موتورسیکلت سوار شدی آدم ها را لط و کوب کردی همین خیل نه هجری؟ همین خیل نه؟ بس از زبید اینجا بیا اینجا کسی جنگاور نیست فهمیدی؟ بله دوستان از همتون عذر میپرسم از نام زبید هم عذر میپرسم نصف شب شد همه میتواند رود در روز زودروز اموخینا چیکار میکنن؟ نمیدونم شب خیر خوش سلام شب خوش خوش باشید خیر خانم عالم لبای اگر خواهید من شما را تا خانه اتان میبرم باز به شما زحمت نشود چه خیلی زحمت آخر استغفرالله به این هم در یک کوچه هستیم مشکلی نیست تمام شد میرویم شبی خوش سنم شبی خوش هجری شبی خوش کمیسر مراد و هجری هر دوی شما از من چیزی رو پنهان دارید ولی از دست من هیچ چیز نمیگریزم امشب کی بودن جنگاور رو میفهمم شب بخیر هجری شبی خوش مراد شبی خوش سنم شبی خوش زبید بیا تو همه رو به خونه ببر البته خانم زینب میرویم شب خوش سنم جان تا بازدید زینب جان شب بخیر بله زینب زود روزم رو ویران کردی هجری جنگاور نسبتی من رشک بردنش جایز است مگر؟ هرگز جایز نیست سنم بله به فکری من هم خیر بیا ما هم میرویم مایده چم رفتیم جانم
آه هجری، یعنی جنگاور تو بودی ها؟ آخر 100 سال فکر میکردم و فکرم نمی آمد. زود نزد من آمده آن سوالهای عجیب و غریب را میدادی. چخیل تو جنگاور بودی هیچ نفهمیدم. حیران شدم. استاد هجری استاد سرم رو یک سوال آمیخته کرد. انتظار شدم که باز بسیارتر آمیخته کرد. بعد آمدم. خوب کردی هجری. استاد بپرس. انا خوردن گوشت خوک از نگاه دینمان حرام است که استاد؟ بله هجری. استاد روغنش هم حرام است که؟ بله هجری. خیر نباشد استاد گریپ خوک شدن حرام است؟ چی؟ استاد زکام خوک شدن حرام است؟ آی هجری این چه سوال است؟ مگر آدمان برای زکام خوک شدن بسیار خواهشمندند؟ نفهمیدم استاد. هجری تا زمانی که گوشت خوک نمیخوری یگان مشکلی ندارد. اگر خوک تو را خورد این اکنون جوابگری خوک میشود. فهمیدم استاد. مرا خوردن خوک مشکلی ندارد. استاد آخر من مرا خوردن خوک رو نپرسیدم، زکام خوک رو پرسیدم. و خدا که هجری آن شخص مشکلی زکام میشود. بپرس هجری. استاد در کدام دیوار تیمم کردن جایز نیست؟ تیمم؟ بله تیمم استاد. نه نپرس گفتم نپرس. استاد کلتکلس حیوان گناهگار است مگر؟ آخر هجری بین باز چی گفتی تو؟ کلتکلس؟ این از کجا برآمد؟ خشت پرسید ها؟ قسم پرسید مگر؟ استاد چه خیلی قسم؟ آخر پسرم این چی معنا دارد؟ کلتکلس مخلوق گناهگار است مگر؟ انسان ها گناه میکنند مگر مخلوق ها هیچ گناه میکنند؟ آخر کلتکلس چی گناه دارد؟ همه شما با کلتکلس چسبیدید. استاد بپرس. استاد چرا ما خواب میبینیم؟ چی؟ خواب؟ چی شد؟ تو دینا شب خواب دیدی؟ نه استاد ندیدم. خواب پیشینه رو؟ نه پیش هم خواب ندیدم. هجری تو آخرین دفعه کی خواب دیدی؟ استاد آخرین دفعه من کی خواب دیدنم رو به خدا نمیدونم. تو آخرین دفعه کی خواب دیدن تو رو نمیدونی؟ باز اومده از من چرا ما خواب میبینیم گفته سوال میپرسی. استاد بسیار دویدم و سوالم جواب ندادید. هجری در قفا اینقدر گروه آدمان تو میگوی که سوال پرسم. من آجیلا کار داشتم دویدم. شما چی کار داره؟ چرا از پسم میدوید؟ استاد خدا چرا سنجاب ها رو آفریده است؟ هجری تو سنجاب پرورش میکنی؟ نه استاد. هر نباشد وقتی که سنجاب پرورش کردی بعد آماده بپرس چرا حالا میپرسی؟ ها هجری، یعنی برای جنگاور بودنت را پنهان کردن بسیار سوال میدادی. بسیار دانا بودی. ما تو را ساده فکر میکردیم. نه آخر من نفهمیدم کی تو جنگیدن رو آموختی، کی جنگاور شدی. تا این وقت چخیل دستگیر نشدی تو آخر نفهمیدم. به خدا حیرانم. اسبابی تعقیب کنی. آخر هجری نمیداند که در موتورسیکل اسبابی تعقیب است. زبید اگر پیش از من او را یا به دستگیر میکند. میآیم هجری، میآیم. جنگاور در جو حدیث نجوم. این بوت رو از دست نمیدیم. رویت رو گردان. رویت رو گردان. نقابت رو برار. نقابت رو برار گفتم. اگر نقابت رو نبروری تو رو میپرانم. باز یگان خطاگی نکنی. نکن. هجری میدونستم آخر. میدونستم که تو هستی. موازین موازین سیری مخفی نبود. تو خودت هستی. چه خیلی آشکار شدی ها؟ بله جنگاور، از این پس اکنون دیگر در محبس قهرمانی میکنی. ها پروا نکن جانم، تو تنها نمیمانی. کلتکلس هم به نزدی تو روان میکنم. هم کارت از کو یک جا در محبس میشینید.
دستت رو درست کن. ایست. جنگاور او نیست، منم جنگاور. تو کی هستی لعنتی؟ او کی باشد؟ کمیسر نمیدونم، یکم بار میبینم. من جنگاورم. ابله تو جنگاوری ساخته هستی. نمیبینی من اینجا جنگاور حقیقی رو دستگیر کردم؟ شغال. جنگاوری حقیقی او نیست، من هستم. بس کن. برای هجری را محافظت کردن چنین گفته ایستادی خیلی نه. کی هستی تو؟ کنی نقابت رو برار. مراد؟ چی فکر کردی؟ میدونستم آخر. قسم میخورم که میدونستم. من انیق میدونستم که تو جنگاور هستی مراد. آفرین. تو بسیار دانا بودی. تو برای خودت رو مخفی نگاه داشتن دقت همه را به هجری جلب نمودی. آفرین مراد. هجری یگان گناهی ندارد زبید. او را سرده. مرا دستگیر کن. البته با ذوق بلند. چی گپه؟ جنگاوری حقیقی من هستم. تو کی هستی ها؟ آخه چی گپ هست اینجا؟ هجری و کمیسر مراد را دستگیر کرده نمیتوانی کمیسر زبید، چون که جنگاوری حقیقی من هستم. تو باز کی هستی؟ شوکت؟ آه شوکت. جنگاور مایم. اگر ای دستت بیای بقپم. شوکت لعین، اگر جنگاور حقیقی تو نباشه دهان و بینیت رو میشکنم. فهمیدی؟ مایلا گپ نیست. ایستید. جنگاور من هستم. جنگاور زن بوده هستن؟ باز همینش نمیرسید. خانم لطفاً نقابتون رو بکشید. خانم لطفاً. زینب؟ نه تو جنگاور بودن نمیتوانی. تو همکار کلت کلاس بودن نمیتوانی. این از جنگاوره؟ بسیار خنده هم آمده است. تو مرا خنداندی کو. خدا تو رو هم خرسند کند. سفسطه گفته غضبی مرا نیار کمیسر. بسیار ترسیدم، در حقیقت بسیار ترسیدم. خدایا، یا خدایا من چی گناه کردم؟ جنگاوری حقیقی من هستم. باز تو کی هستی؟ آخی خودش چی گپ هستن؟ جنگاوری حقیقی هم؟ تمام 100% جنگاور کسی نباشد توی. پدر؟ بله من. ناخلف پدرت را دستگیر بکنی. ها کنی بگیر دستگیر کن. کنی. نه پدره، ای چی گپه؟ تو را دشمنی ناموسی من ابلیسی افلال شوکت. تو مردی تو را میکشم، پارا میکنم. خدایا من چی گناه کردم؟ اینجا چی گپه؟ تو را پارا میکنم. میکشم تو را هیچ کس پیدا نمیکند. جنگاور منم. ای بدبختو که کنی نقاب تا بکش.
با فکرم جنگاور حقیقی این است. همین خلاص چی؟ نقابت رو بکش. جنگاور منم. ببخشم کار. جنگاور تو بوده ای. تو رو باید دستگیر کنم. دستبند رو ده. نه مراد، من جنگاور نیستم. دستانتو درست کن. تو هستی جنگاور. نه من جنگاور نیستم. تو هستی همکار. من جنگاور نیستم مراد، قسم میخورم که من نیستم. جنگاور حقیقی تویی. من نیستم آخی. جنگاور تو هستی. من نیستم میگویم. همکار بیدار شو. چی گپ هست؟ مراد التماس مرا دستگیر نکن، من جنگاور نیستم، به خدا قسم میخورم. بیدار شو آخیر. همکار از پشت جنگاور دیوانه شده ای کو؟ ها؟ او میداند که ما او رو تعقیب میکنیم. مگر با موتورسیکلش به اینجا می آید؟ خب دیدم من جنگاور نیستم. تمام شد، همش گذشت. میمونی که خوب کنی مراد. آرام شو، حالا هم بیدار نشده ای؟ جناب خدیر، تفتیشاتی که در خانه‌تون گذاروندیم در یگان جای ایزی دستوری جنگاور پیدا نکردیم. ولی بابای خدیر، در دیوارها و فکرم در جایهای نمناکی یک چند ایزی دست رو پیدا کردیم، ولی ایزی دستی آدم ها نیستن. با فکر من خیر سعی. اینها رو هم بعداً حل میکنیم. از موتورسیکل یگان چیز نبر اومد. هجری تو چه خیلی جنگاور شدی؟ اینقدر سالها مثل سایه خودت را پنهان داشتی؟ نه، شاگردای ما سنجده دیدن، یگان ایز پیدا نکردن. من هم دیدم هیچ چیز پیدا نکردن. نمیفهمم آخر، یعنی جنگاور با شما چی بدی کرده است که شما رو دستگیر کردن میخواهید؟ سوال خوب. گوش کنید خانم سنم، هیچ کس خودش را در برابر قانون گذاشته قهرمانی کردن نمیتواند. اینجا ما هستیم، قانون ما هستیم. باز ایلوه کنم، اگر شما هم کی بودن و در کجا بودن جنگاور را دانید و این معلومات رو به ما ندید، شما هم همکار جنایتی او به حساب می روید. این را دونسته باشید. ولی جناب زبید، من دامادم رو به دست شما نمیدهم، معذرت میخواهم. اوف مادر، چه خیلی داماد، این را چند بار با تو صحبت کرده بودیم. همین خیلی نه، من هجری رو دوست میدارم، جنگاوری من هجری است. چی؟ جنگاور هجری است؟ من درست شنیدم؟ شما خطا فهمیدید، من این خیلی گفتم ولی با آن من نگفتم. یعنی گفتن میخواستم که قهرمانی من هجری است. انا این خیلی گفتنی بودم. برای شما خرسان شدم. خدا خوشبخت گرداند خانم سنم. ولی از دوست داشته های جنگاور معذرت میخوام. او رو به محبس میپرتویم، نگفته نماند. با این هرگز اجازت نمیدیم هجری. جناب، من چیزی میخواستم گفتم. کمیسر مراد، یگان چیز ایلوه کردن میخواهی؟ نه، تو همه چیز را گفتی همکار. این خیلی باشد ما میخیزیم. صبحانه میکردید؟ عملت رژیم پختگی بهترین است. به خدا من گرسنه نیستم، باز در دیت هستم. مراد تو میستود یا خلال؟ دفعه دیگر هجری انشالله. نباشد قول بیده. قول میدیم.
کمیسر زبید فراموش کردم که یک چیز رو پرسم. شنیدم که هر نفری که چهره جنگاور رو دیده باشد در بین 24 ساعت میمرده. از این حقیقت دارد؟ دارد. انشالله چهره جنگاور ندیده اید. هر انسانی بدبختی که چهره جنگاور دید جنازش را خواندم. در همین سال 2019 4 نفر مرد. خودت احتیاط کن. انشالله که به من چیزی نمی شود. خیر، با شما اشتهای تمام. تکرارا تشکر. هجری چرا ایستاده؟ زودتر بیارم لیتت رو. اینا حاضر میارم پدر جان. کمی گرم است پدر جان، با دقت باشید. اشتیایتم. اشتیایتم مایدچم. رحمت مایدچم. زنک جان بسیار خوشمزه است. نمیخواهم. عملیات هجری عجایبات است. تشکر زیاد پدر جان. رحمت. با این مؤذن بگوی که از این پس رو پدر جان نگوید. مادر جان عملیات من بسیار با لذت است. مادر جان، وقتی که ما خونه دار می شده ایم هجری همیشه صبحانه آماده می کرده است. یعنی به من همین خیلی گفت. مرا کار نمی فرموده است. بسیار رومانتیکه می خیلی نه؟ حوث نخور دخترم. من تو رو به هجری نه، به جنگاور می دیم. اوه مادر، از چند بار به تو گویم من جنگاور رو نه هجری رو دوست می دارم و با او خونه دار می شوم. دخترم جنگاور تو رو و پدرت رو چند بار نجات داد. این هجری چیکار کرد؟ چیکار کرد؟ چیکار کرد زنک جان؟ تخبیران با حسیب عملیات آماده که دیگر چیکار کنه؟ به این هم گوش کنی. قرار دخترمون است. با کسی که خواد با او خانه دار میشد. فهمیدی؟ اصلا قبول نمیکنم. من تنها جنگاور رو همچون داماد خودم قبول میکنم. یعنی قهرمان، داماد قهرمان. اوف مادر مرا نفهمیدی. اوف از رستیه. بخیر است انشالله شاگردان. چرا این قنبچه غمگین می نماید؟ استاد قنبچه را عروسش گفت مشق بوزباله شوی، با جای مشق رفت جنشین خور فربشی در عروسش پرتوفتش بود. خاموش باش. قنبچه کدام دختر تو را غمگین کرد؟ انوای دختر استاد. مرا گوش کن قنبچه. حاضر به تو تاکتیکا میاموزونم. دلی اون دختر رو به دست میاری. فهمیدی؟ چه تاکتیکا استاد؟ خاموش باش. از پسم بیا. خیلی تیز زودتر. سلام مسلک. ای کوچه پری روزانه توقع نگرد. بیا تو خانه تبرم. واسطه هستی؟ من به تو نگفته بودم که مرا ناراحت نکن. ابله دیگر به من نزدیک نشم. اوه قنبچه، یک کار رو اقلا خودتون کرده نمیتونید. حتما باید من نشون دیم. ها؟ حاضر به شما خودم تاکتیکا رو نشون میدیم. فهمیدید؟ خوب نگاه کنید و بیاموزید. با پس دیوار گذارید. سلام زیبویک.
ایوال میلیس گرخته بچو. تو رو باری اول است اینجا میبینم. نو با اینجا اومده ای؟ بله نو کوچیدم. گوش کن، اینجا سگ بسیار دارد. اگر خواهی همراه تو خونه روم. همین خیلی از راستی؟ خیر میرویم؟ نمیدونم آخر باز یکون کس غیبت نکند. نمیکنم. خونه در کجاست؟ حاضر من روزت رو به تو نشان میدهم. خانه من اونجا هست. بیا رفتیم. مالش رفتیم. کمال آدمی پس تو همین خیلی به من اثبات میکنی که مرا دوست میداری. میلیس به خدا هیچ چیز مثل دیدت نیست. چی خیلی مثل دیدم نیست. با گوشهای خودم شنیدم که دختر را به خانه اش میبردی. کنی رو تو جانم. خودت رفته میتوانی پایداری آخر. کنی زود رو. خدایا چی گپ است این رو ببینه. بی تربیه باز میپرسد چی هست. خیر به خدا من اینجا با بچه ها درسی عملی میآموزونیدم. ها پس کنی بچه ها ببین انا اونجا. ای کجا شد این بچه ها؟ درسی عملی نشان میداده است. آدمی پستی بی تربیه. راستش رو بگو. دیناروی جنگاور دیدی یا ندیدی مراد؟ آخر چند بار با تو گویم ندیدم. چه خیلی باورت بکنیم که دروغم نمیگوی؟ چرا دروغ گویم زبید؟ ها؟ اگر او را میدیدم با تو حقت را حلال کن میگفتم. چه خیلی حلال ها؟ آخر جنگاور را بینی در 24 ساعت میموری کو؟ مرا گوش کن. روش دیده باش انیق میموری. برای می پیش مردنت بگو که روش دیدی یا نه. شوخی کردی ها؟ شوخی میکنی باز با من؟ بله مراد شوخی کردم. مراد یه بچه دیدی؟ یا اینکه چی؟ یا اینکه چی آخر؟ تنها یک گل دان رفتیم. این مردک بگو پیش مردن چی خیلی رسم شب بکشیم؟ عینک داشت، برود داشت، رو داشت، موی سر داشت. چی خیلی بود؟ همکار میگویم که تنها نقابش را دیدم. چرا باور نمیکنی؟ بس کنی. چیکار کنم اکنون؟ نقابش را دیده رسم نقابش را بکشم مگر؟ بیزار کردی. رسمی مرا بکش زبید. یعنی رسمی مرا. مراد در شکافی چیکار میکنی؟ چیکار کنم؟ جاکوزی حمام کرده ایستادم. یا خدایا نجاتم بده. بچه خوری افتیدم. دستم را دار. دستم را. کنه پونکت نزدین را دیده؟ برادر انیق تو میموری. چند باشه که نشانه ها شدیده استن. این چخوری اینجا چیکار میکند نفهمیدم من. رفتیم. آخر من با تو نگفته بودم که هر روز به قهوه خانه نرویم. ادی ما رو دستگیر میکند. سمی بودم در خانه مسلم جانی شاهین میدرویم. بودم سر میکنم شما را. زر میکنم میکشم شما را. میکشم میگویم میکشم. سمی تستر بودم که میجیخم. به خدا میجیخم. یک سایست آخر. یک سایست میگویم به شما. کمیسر یه باشه چی که اون نفسته چه خبود. های کمیسر ما خانه مسلم شما رفتیم. ای بدبخت از پشت تو شده قریک میمردم. میگو جنگاور کیه یا کی نه؟ ای بچه چی اگروی میکنی؟ 20 ساعت گرد مونده است. مرگت قریب آمده است. همکار اگر تو نباشی خوشحال نمیگردم. میدونی این را. 20 ساعت دیگر از عمرم مونده است. آخر رویش رو دیده و از من پنهان میکنی ها؟ اگر دو نفر سیر را بدوند آن سیر نیست. گوش کن مراد. تو رو با امنیت برده چنان میپرسم. آنقدر میپرسم که میدونی تکنیک سوال پرسی مرا. همین قدر میپوچمید که قایل میشه. آخر نمیدونم میگویم همکار. نمیدونم آخر. مراد باز میگوی که روی جنگاور را ندیدم. اینجا مرده ایستاده یا آخر. مراد یار دیهید. یگان الکتریک زنگ زنید. مراد چجور می
مراد هولم تنه 220 بول داره. امی قویلش جنگاور که بمبر بره آسان میغلطه. هولم قویل نمیشه یا؟ چرا نگاه میکنی؟ مراد جان گپ زد آخر. اگر بگوی جنگاور که سبک میشوی. مرده از دست تو خلاص شوم ها؟ با خدا مرده خلاص میشوم. با این یک رویت به این هم میموری. ابله بگو آخر. بفرمایید. مرحمت. یا خدایا. با مناسبت 10 سالگی فعالیت کوری زوبید از نام کافه ما هدیه نو چیست؟ زینب جان خودتان زحمت دادین. یه همین 10 سال شد کار کنی من در پلیس. این خیلی می شود مگر برای بهترین کمیسری امنیتی ما این هیچ است. بخدا زندگیم قطعیت گلواری می شود زینب. حسد نبرید جناب مراد. 10 سالگی شما رو هم فراموش نمی کنیم. چرا حسد می بردم؟ 10 سال دیگر خوشبخت باش. مراد جورا جان اگر تو هم زنده مانی انشالله که روزا را تو هم می بینی. کنی بینم. تبریک میکنم. میسوزم. سوخته در گرفته. این مردک در گرفته استی. حاضر خوابش میکنم. ایست بس است. چی کار کرده ایستاده ای تو؟ حضرت عزرائیل در گرد اطرافت گشته ایسته میدونی؟ ایستا نزدیک نشو. دور ایست. زود رفته سچاق بیار. بلا زند. گیر این را. قریب بود مرا میکشتی. چه طرفی داد میزنی؟ مراد ناگهان شد بخشش میپرسم. زینب پروا نکن. او رو تو نه جنگاور میکشه جنگاور. مراد؟ یا این که تو چهره جنگاور رو دیده چی؟ سرم را ویران کرده چی قدر مرا عذاب میدهید؟ آخر چی است؟ تنها یک سوال پرسیدم. چرا ناز میکنی؟ چهرهش رو دیدی یا ندیدی؟ ندیدم. چه خیل ندیدی؟ از صبح تا حاضر در چند چقوری غلطیدی. روی جنگاور دیدی انیق میموری. یا خدایا مراد تو میموری مگر؟ چه خیل مردن سفسطه نگوید. تمامم کن تمام. اگر تو امروز از ما یگان خطای گذاشته باشد ما رو ببخش و حقت رو حلال کن جورا جان. مراد جان اگر تو چهره جنگاور رو دیده باشه انیق است که میموری. اگر تو این وقت من تو رو رنجونده باشم بخشش میپرسم. حقت رو با من حلال کن. چی گپ است ها؟ مرا زنده گور کردید. همکار پرسیدنش عیب اینه که میپرسم. جنازت در کدام مسجد بخونیم؟ در مسجد میخکنه یا که در مسجد سریاسیا؟ حقی گور کنه در گردنم. غمش نخه آزادانه بمبر. من هم قبرکنها رو گفته یگون قبری چخور کب گفته تعیین میکنم. چی گفتی؟ زینب تو 3 روزگیش بگردم بگی 3 روز در گردنی من. همدردی ما را قبول کن مراد. خدا رحمتت کنه. آمین. دیگر چی بم؟ آمین.